سلام، هر چقدر پلاستیک جمع کردی بیار با هم یه چیز خوشگل درست کنیم. پلاستیکا رو به صورت طولی تار بزنید، به این شکل برش بزنید، بعد داخل هم گره بزنید. نگاه کنید به این شکل خیلی راحته. یه نوار پلاستیکی بلند دارید، هر چقدر بلندتر باشه کارتون بزرگتر. وسط نوار پلاستیکیتون رو داخل دستتون بگیرین، دولا که شد نگاه کنید چند دور دستتون پیچ بدید. بعد یک از نوارای پلاستیکی رو با سنجاق قفلی ببرید داخل حلقه، به این شکل بیارید بیرون که گره ها ایجاد بشه و بافتون شروع بشه. یکی از نوارا آزاد، یکیش با سنجاق قفلی گیره. به این شکل یه بافت زیبا دارید که واسه تزیین آشپزخونه هم قشنگه. اگه این ایده بازیافتی دوست داشتی برام کامنت بذار، بازیافت تا بازم از این ایده ها بذارم. اگه دوستم نداشتی بازم ممنون که وقت گذاشتی و این فیلم نگاه کردی. برای آموزش و ایده بیشتر با ما همراه شو. دوستتون دارم. مهربان. سوالی داشتید بپرسید.